یکی از برادران اهل اسلام که در شهر لندن زندگی میکند چنین نقل کرد: یک روز که مثل روزهای دیگر به جای کارم رفته ایستاده بودم، سوار تاکسی شدم و به راننده پل رهگیری را دراز کردم. راننده بقیه پل را به من برگرداند. وقت پلها را شمردم دیدم که 20 پنس به من پول اضافی داده است. 20 پنس انگلیسی تقریباً برابر است با 30 سنت امریکایی و با پول ما تقریباً 3.5 سامانی می باشد. این برادری اهل اسلام نقل کردنش را ادامه داد و گفت: وقتی که دیدم راننده به من پول اضافی داده است، چند لحظه وسوسه شیطان مرا فرا گرفت. به خودم گفتم که بیا پول اضافی را پس ندهم. راننده خطای کرده است و خودش هم نفهمیده است. حالا چرا من باید خطای او را یادآوری کنم؟ چنین یک اندیشه شیطانی مرا فرا گرفته بود، ولی ناگهان هوشیار شدم و خودم را به دست گرفتم. با خودم گفتم که این کار از روی انصاف و آدمگری نیست. بیا پولش را برمیگردانم. بالاخره تصمیمم را گرفتم و بر شیطان خودم پیروز آمدم و پول اضافی را به راننده برگرداندم. ای جناب، این پولتان را بگیرید. شما به من پول اضافی دادید. راننده پول را گرفت و از من تشکر کرد. ماشین مرا به جای کارم آورده رساند. هنگام پیاده شدن راننده رو به سوی من کرد و گفت: ای رفیق، هزار رحمت که به من کمک نمودید. من از این سخن راننده تعجب کردم و از او پرسیدم: نفهمیدم چه خیلی کمک؟ راننده گفت: چند وقت است که میخواهم به مرکز شما مسلمانان روم و آنجا دین اسلام را قبول کنم و مسلمان شوم، اما برای مسلمان شدن کمی شک و شبهه در دلم بود. دو دله بودم که بالاخره این دین را قبول کنم یا نه. وقت شما امروز سوار ماشین شدید فهمیدم که یک شخصی مسلمان هستید. بنابراین خواستم که شما را امتحان کنم. با خودم شرط کردم که اگر این آدم پول اضافی را پس بدهد حتما به مرکز مسلمانان خواهم رفت و دین اسلام را قبول خواهم کرد. شما از این امتحان سربلند بیرون آمدید و سبب شدید که من تصمیم قطعیم را بگیرم. بنابراین صمیمانه از شما تشکر میکنم. فردا به مرکز مسلمانان خواهم رفت. آن برادری اهل اسلام در ادامه نقلش گفت: وقت این سخنها را از راننده شنیدم تمام وجودم دیگرگون شد. حیرت زده شدم، زیرا نزدیک بود که دین اسلام را به چند تنگه به ارزش بفروشم. ولی حالا که همه چیز به خیر تمام شد خدا را شکر کردم. ای مهاجری مسلمان، ای کسی که در شهرهای غریبی در بین نامسلمانان عمر به سر میبری، بدان هر یک رفتار و گفتار تو میتواند یا ویران کننده باشد و یا سازنده. ساختن را از خودت شروع کن تا دیگران هم ساخته شوند. به خودت احترام کن تا دیگران نیز به تو احترام کنند. دین و ایمانت را حفظ کن، صادقانه و خالصانه عمل نما تا اینکه دیگران نیز آرزوی همدینی و هم ایمانی با تو را داشته باشند. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...